کمیته زنان و اویله تاجیکستان خبر داد که در نیم ساله اول سال 2023 در کشور 228 کس از جمله 131 زن و دختر دست به خودکشی زدند. هلالبی قربانزاده رئیس این نهاد روز 9 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت حالتهای دست به خودکشی زدن شهروندان نسبت سال گذشته 10 مورد بیشتر است. وی در ادامه افزود که از میان افرادی که دست به خودکشی زدند 109 نفر زن و 22 کس دیگر دختران نابالغ می باشند. این آمار در قیاس به نیم ساله گذشته نسبت زنان 6 حالت بیشتر بوده، نسبت دختران نابالغ 2 حالت کمتر است. هلالبی قربانزاده در رابطه به سبب‌های دست به خودکشی زدن شهروندان گفت 53 حالت به بیماری روانی، 17 مورد به وضع دشوار مالیوی، 42 حالت به سبب‌های دیگر بستگی دارد. در برابر این سبب‌ها دست به خودکشی زدن شهروندان در 112 حالت معین نشده است. از سوی دیگر در نشست مطبوعاتی کمیته امور زنان و اویله تاجیکستان اعلام شد که در نیم ساله اول سال روان در این کشور 1688 جنایت علیه زنان به قید گرفته شده است. این آمار نسبت به سال گذشته 438 حالت کمتر است. از این میان نسبت به دختران نابالغ 77 جنایت صادر شده است که در قیاس به نیم ساله سال 2022 3 حالت کاهش یافته است. همزمان در 6 ماه سال روان به مرکز پیشگیری خشونت خانوادگی 1204 کس مراجعت کرده است که از این شمار 1075 زن و 129 نفر مرد بوده است.